مسئولان سرایوسط اجرای جزای وزارت عدلیه خبری با ضرب کرد زخمی شدن رحمت الله رجب عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کردند. این در حالی است که روز 2 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گفته شد در زندان به رحمت الله رجب تلاش حمله با کرد صورت گرفته است. خبر ناگهانی اهل خاندان رحمت الله رجب را به اضطراب آورد و آنها صبح 4 اکتبر برای عیادت او به محبس رفتند ولی توانستند تنها تلفنی با او تماس بگیرند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. خب مقامات به این حادثه چی میگویند و آیا پیوندان رحمت الله رجب توانستند از حال او آگاه شوند؟ شهلا، ما برای روشن کردن همین قضیه به منصور عمرov سرداری سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعت کردیم و همین روز یعنی 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت این آوازها یگان اساس ندارند و چنین حادثه نیز به عمل نآمده است. مرحمت پیوندانش می توانند روند و در زندان از حالش باخبر شوند و مطمئن شوند، گفت منصور عمرov. واقعا به پیوندان رحمت الله رجب امکان داده شده است که با او تماس گیرند، هرچند یعنی حضوری نتوانستند با چشمان خود او را ببینند بلکه در داخل محبس تلفنی صحبت کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند و در تلفن خیلی با احتیاط صحبت میکرد و گفت که هیچ حمله به او صورت نگرفته است و سلامت است، فقط اینکه خیلی با احتیاط حرف میزد و مثل اینکه کسی بالای سرش بود. به هر حال خاطرمون جمع نیست، نمیدونیم چی گپ است، گفتم پیوندان رحمت الله رجب در صحبت با ما و آنها میگویند با چشمانش او را ندیدند. سبب اضطراب نزدیکان رحمت الله رجب همچنین آن بود است که هفته گذشته در همین زندان روزنامه‌نگار و عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکمت الله سیف الله زاده در قسم طبی محبس هدف حمله یک محبوس دیگر قرار گرفت. در واقع آیا معلوم شد محبوس حمله‌گر به حکمت الله سیف الله زاده کی بوده و نسبت او برای این عملش چاره دیده شده است یا نه؟ یک مسئول زندان شهر وحدت 30 سپتامبر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که محبوس اصل‌الدین ترسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 روز به حجره جریمه‌ای انداختند. وی گفت که حادثه هفته گذشته روی داده بود. سیف الله زاده برای زخم سر طبابت میگیرد و حکمت الله سیف الله زاده که ماه‌ها باز از بیماری دل رنج میکشید و ماه ایون امسال جراحی شده بود، در قسم طبی محبس بستری بود. فراغت سنگین و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفته است ولی به قسم طبی زندان راه نیافته است، با او فقط تلفنی صحبت کرده است. 1 هفته شد که درکش نبود. میگوید همسرش روز گذشته دکتر محبس زنگ زد و داروهایی را فرمایش داد که برای طبابت زخم یا جای بریده ضرور است و با شوهرش تلفنی صحبت کرده است و در تشویش افتاده است که ساعت 2 شب یک محبوس در آمده به سرش با چاینک وزنین زده است و میگوید که تا حاضر روشن نیست که چگونه ساعت 2 شب اون واردی قسم طبی محبس شده است. نماینده سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه همچنان این خبر را تصحیح یا رد نکرد. تشکر برای صحبت فراگیر.